روز 22 فوریه گروهی از جوانان با طلب به تاجیکستان برگردانیدن رهبران مخالفین در نزد دفتر اتحادیه اروپا و سفارت ترکیه در شهر دوشنبه تظاهرات کردند. تظاهرگران قبلا به دفتر اتحادیه اروپا برای بررسی نامه‌شان از 5 ژانویه 2 روز دیگر فرصت داده بودند. تظاهرگران میگویند در واکنش به تصمیم مخالفین که میخواهند روز 23 فوریه در نزد سفارت‌های تاجیکستان از جمله در نزد سفارت این کشور در انکره پایتخت ترکیه علیه حکومت پرزیدنت امامعلی رحمان تظاهرات کنند، در نزد سفارت ترکیه گردی هم آمدند. اختیاری است، یگان تشکیلاتی نیست. ما وطن دوستیم، ما جوانانیم، ما آینده ملت هستیم. آینده ما، آینده تاجیکستان از ما وابستگی دارد. ما نمیخواهیم که تاجیکستان بار دیگر به اون روزهای سخت‌ترین مبدل گردد. روز 20 فوریه نیز گروهی از جوانان فعال در نزد دفتر اتحادیه اروپا در دوشنبه جمع آمده خواستار به دوشنبه برگردانیدن محی‌الدین کبیری رهبر حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان شدند. برگزاری راهپیمایی‌های بدون اجازت در تاجیکستان منع است، ولی در سال‌های اخیر الکی چند بار است که گروه‌های جوانان فعال یا زنان فعال در نزد سفارت‌های کشورهای خارجی یا در قرارگاه‌های احزاب مخالفین با شعارهای طرفداری از حکومت کنونی تجمع می‌کنند. خبرنگار رادیوی آزادی عبدالله اشرف از اشتراکچیان گردی همایی‌های امروز پرسید که با چه هدف در نزد سفارت‌ها جمع می‌شوند. ما امروز یک زمره جوانانی همین ملت جمع شدیم که یعنی خوینان ملت جمهوری تاجیکستان را امروز از منبرهای بلند اتحادیه اروپا یعنی به این دولت ننگ زده استند، ناموس این را پس کرده است. مثال یکی از این دولت‌ها ترکیه میباشد که اینها با جمهوری تاجیکستان همکاری‌های دیپلماتی دارند. از آنها ما خواهش می‌نماییم که همون دشمنانی که دشمنان ما خوینان ملت در آنجا منبرهای بلند گپ زدند آنها را برگردانند. موافق اینترپول یعنی پلیس بین‌الخلقی ما با آنها شرطنامه داریم. جمهوری تاجیکستان با ترکیه دیگر اتحادیه اروپا آنها نگذارند. مثال ما یک شهروند ترکیه از آنجا آمده بر تاجیکستان از منبرهای تاجیکستان نفوذ ترکیه را پس زند، آنها مثال طلب میکنند برگردانند. ما هم جوانان حرکت کرده استیم، کوشش کرده استیم که بر ضد آنها را کوشش کنیم برگردانیم. شما اینجا گفتید که خائنان را برگردان، منظور از خائنان شما گفتید کی هست؟ مثال دودجان اتاولوزاده، محی‌الدین کبیری، این مثال که محی‌الدین کبیری وقتی رئیس حزب نهضت اسلامی جمهوری تاجیکستان بود در اینجا آزاد بود، چرا حاضر گرفت؟ اون بیاید مثال در اینجا در نزد همین ملت ما جواب گردانند، چه طلب چه خواهش دارند در اینجا اجرا کنند، نروند که در اونجا یک خودشون رو نمایش دهند که این دولتی مثال آزادی نیست. اینجا دولتی آزادی در طول 25 سال استقلالیت ما گلگل شکوفان گشتیم. هم خیلی دولت اینم سال هم میبیند چه خیلی آبادی چه خیلی آبادکاری گشته ایستاده است. ما از دولت خود فخر میکنیم، ما با هم دولت خود هستیم، در کدام شرایطی نباشد ما تاجیکستان را دوست می‌داریم. اگر آمدیم ترکیه ما را جواب نداد، اینجا جوانان ما الکی موقع خودمون را مشخص میکنیم که ترکیه با تاجیکستان چقدر دوست است.